با عرض سلام و درود به تمام شما دوستان گرامی و کسانی که این برنامه را تماشا میکنند. کسایی که اگر قصد دارند مالزیا روند، در مالزیا تحصیل کنند و این چنین بود باش و زندگی و کار و فعالیت بکنند، میتونن که از طریق استیپندیا و این منحه دراستی که از دانشگاه بخاری جامعه البخاری دولی نوشته، یعنی که البخاری اینترنشنال یونیورسیتی، از طریق همین دانشگاه تقدیم میکنیم و هر کسی هم که قبول کشیده میتونه که خواندنی به پول داشته باشه، استراخوفکای طبی به پول داشته باشه، میتونه که تمامی توابط ها را در اوجا چیکار کنه به پول انجام بده و بالای همه ماهانه پولی هم میتوانید که برای استیپندیای خودت باشه و برای بود باش وجود برسونه و خوابگاه داره که میتونی که در او زندگی کنی. ولی سالانه خوب چیکار میکنی؟ تلاش میکنی که از درس ها یا که از همون چیزای این برنامه دانشگاه فارغ تحصیل بشه، یعنی که تنبل نباشی و چی دمی بیهوده نباشی. سایت هم میمونم در بالا میمونم، طرز پر کردنش بسیار هم آسان است. عریضه آنلاینی تو وقت ترجمه را که میگه دانشگاه بین المللی البخاری عریضه آنلاینی پیشنهاد کنین. خب سراغش دانشگاه بین المللی البخاری جلند تون عبدالرزاق در شهر چه فکر کده دارالامن ده. خب شعبه قبول رقمای تلفنش ختمی عمومی یا قد کار مونیست. مورد این امجا چی علاقه حسابی چی سراغ پشت الکترونی ابتدایی را بنویسیم. میگه در همینجا رقمی کسایی که نداشته باشه بار اول وارد شدن میجقه در همین که جقیدیم علاقه چی رجیستراسیون مو سر میشه و طلباتی را که داره باید ما تقدیم کنیم. خب خیلی که میبینین اینجا چی کردیم؟ بعدی که ایمیل پشت را که نویسوندیم چی میگه؟ اینجا نوسازی عکس میگه، در اینجا عکس ویبر میکنیم و بعدش که میکنیم لطفاً چی میگه 4 برنامه گوناگون رو با ترتیب افضلیت خود انتخاب کنین. لطفاً عاقلانه انتخاب کنید، زیرا وقتی که شما تگمه ذخیره و دوام میجقین دیگه احتمال برگشت دیگه ندارین که این باره تعدیل کنین. برنامه یکمتون مثلا بر کدام اختصاص ها میخواین که شما بکالوریستون چیکار کنین بگیرین یا که ختم کنین. وقتی که برنامه یکم میبینیم در اینجا چی میگه؟ برنامه بنیادی صنعت، بنیادی کامپیوتری، بکالور اداره کنی صاحبکاری، بکالور اداره کنی صاحبکاری درجه اعلا، خب اداره کنی صاحبکاری، تعلیم بر وقت کودکان، تحصیلات ابتدایی و اقتصاد، رشد اجتماعی، علم های کامپیوتری درجه اعلا، بکالور ساحه مالیوی، همه این نمود تقریبا داره. وقتی که همیو را که پر میکنید، ذخیره را که میکنید، همین نمود مایده دوام رفتن میگیرید و انشاءالله که قبول میشین و نامه و پشتتون وقتی که برسه ببینن تفتیشش کنن. بعد اینجا جای نوسازی عکس که هسته ایرا میجقین صورتتون رو ویبر میکنین. بعد اینجا چی میگه؟ برای بار کردن حجت ها اینجا را کلیک کنین. تمام همین چیزا را خوش رو کرده روان میکنین و قبول میکنن تون. شما چیه؟ کسایی که میخوان که تقدیم کنن، کسایی که میخوان که بخونن در همین دولت برون کار زندگی کنن، تماشا کنن و فرزنداشون در دانشگاه‌های معتبر جهان بخونن به پول رایگان اینه دیگه. از شما یک چی میمونه؟ یک رفتن خواندن و تقدیم کردن. بهانه نیست برای کسی که نتونه چی تقدیم کردن. آرزوی موفقیت دارم به تمام شما و کامیابی را برای همتون خواهانم. زنده و سلامت باشین.